کتاب مردی به نام اوبه رو خوندی؟ اینم فیلمش. اوبه بعد از فوت همسرش دیگه دلیل برای زندگی نداره و کاملا ناامید شده. اوبه بارها تلاش کرد تا به روش‌های مختلف خودش رو بکشه، اما هر بار به یک دلیل همسایه‌هاش سر می‌رسیدن و نمی‌ذاشتن تا این اتفاق بیفته. اینجا هم اولین تلاش اوبه برای خودکشی رو می‌بینیم که زنگ در به صدا در میاد و با عصبانیت میره تا در رو باز کنه و می‌بینه که دختر کوچولو با یه ظرف غذا جلوی در وایساده. خانمی هم که اینجا می‌بینید همون پروانه است، یک شخصیت ایرانی و بازیگر این نقش هم خانم بهار پارس، یک هنرپیشه ایرانی تبار. و ماجرای آشنایی اوبه و سونیا. اینجا هم اوبه نمیدونه چطور به سونیا بگه که دوستش داره و سونیا ازش میخواد که واضح و رو راست حرفش رو بزنه و اوبه میگه با من ازدواج میکنی؟ و سونیا داد میزنه بله بله.